به نام خدا و با سلام. در این ویدیو میپردازیم به حل یک سوال از آزمون ورودی نیمه دولتی 1402. اگر 3 عضو از اعضای مجموعه آ رو حذف کنیم، تعداد زیر مجموعه های آن 448 واحد کم میشن. مجموعه آ چند عضو دارد؟ برای حل این سوال و تعیین گزینه درست لطفاً تا پایان همراه من باشید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. برای پاسخ به این سوال به یک نکته توجه کنید. تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه n عضوی برابر 2 به توان n است. حال اگر آ یک مجموعه n عضوی باشد، تعداد زیر مجموعه های آن برابر است با 2 به توان n و اگر از تعداد اعضای مجموعه آ 3 عضو رو حذف کنیم، تعداد زیر مجموعه های آن برابر می شود با 2 به توان n منهای 3 که اگر از 2 به توان n 448 واحد کم کنیم برابر می شود با 2 به توان n منهای 3. در طرف دوم این معادله 2 به توان n منهای 3 با استفاده از قاعده تقسیم عددهای تواندار با پایه برابر مساوی است با 2 به توان n تقسیم بر 2 به توان 3 و با توجه به اینکه 2 به توان 3 برابر است با 8، جمله طرف دوم برابر می شود با 1/8 2 به توان n. حال برای حل این معادله با استفاده از روش معلوم مجهول جمله 1/8 2 به توان n رو با تغییر علامت از طرف دوم به طرف اول و همینطور عدد منفی 448 رو با تغییر علامت از طرف اول به طرف دوم انتقال می دهیم و به تساوی 2 به توان n منها 1/8 2 به توان n مساوی 448 می رسیم. حال در طرف اول اگر از 2 به توان n 1/8 2 به توان n رو کم کنیم برابر می شود با 7/8 2 به توان n که مساوی است با 448. در ادامه با توجه به اینکه ضریب 2 به توان n برابر است با 7/8، طرفین این تساوی رو در معکوس 7/8 یعنی 8/7 ضرب می کنیم. در طرف اول حاصل ضرب 8/7 در 7/8 برابر می شود با 1 و در طرف دوم خارج قسمت 448 بر عدد 7 برابر می شود با 64 و حاصل ضرب 64 در عدد 8 برابر می شود با 512. در این تساوی با توجه به اینکه طرف اول یک عدد تواندار هست، عدد 512 رو به عاملهای اول تجزیه می کنیم که تجزیه آن یعنی تجزیه 512 برابر می شود با 2 به توان n. در نتیجه خواهیم داشت 2 به توان n مساوی 2 به توان 9 یعنی تجزیه 512. در این تساوی با توجه به اینکه دو طرف عدد تواندار با پایه مساوی 2 است، می توانیم پایه مساوی 2 رو حذف کنیم. در نتیجه مقدار n برابر می شود با 9. در نتیجه گزینه درست گزینه 1 می باشد. حواستون باشه برای اینکه در سوالهای چند گزینه‌ای زودتر به جواب برسیم باید بخشی از مراحل حل به صورت ذهنی و سرعتی انجام بدیم. با آموزش‌های دیگر همراه ما باشید.